سلام دوباره خدمت دوستان عزیز، مهدی زانلو هم. سری بریم سراغ سه تا کلمه که امروز قراره یاد بگیریم. حالت امروز مبتدی میشه، متوسط میشه و پیشرفته. سه تا کلمه چیه؟ 3 and 3. 3 and 3. and به معنی همین اول بگیم که and به معنی و، یعنی چی؟ مثلا میگیم که 3 و 3. اوکی، پس and رو همیشه من استفاده میکنم، پس یادتون باشه. این از این. 3 یعنی چی؟ 3 یعنی درخت، یعنی درخت. 3 یعنی چی؟ 3 یعنی عدد 3 که اشتباه بیشتر معلمای خودم، حتی استادای خودم داشتن این اشتباه که میگفتن 1 2 3، یعنی میگفتن 1 2 درخت 4 5 6. این اشتباهه، یعنی شاید تو زبان فارسی ایرانی ما خیلی مثلا جزئی بدونن و انگار اشتباهی نیست، ولی کشورهای خارجی آمریکا هر جا برید قطعا نمیگیم 1 2 3، قطعا بهتون میخندن. خیلی سادیه، واسه باید بخندن. پس در اصل میشه 1 2 3. 3 سرزبونی میگمش 1 2 3. پس 3 به معنی عدد 3 و 3 ت. عدد ت میشه که درخت.